دیگه، نه دیگه، نه من، نه تو دیگه. میخوام اسم تو فراموش کنم، آتیش تو خاموش کنم، حواست چشمات میگن برق روی. سلام یا آقاش، من با یک ویدیو دیگه از چنل آرتی. سلام. داخل میدونی چرا انقدر بد الان میخواستم بگم سلام به جای آقاستن که خب من ویدیو آخر ویدیو گذاشتم 1 ماه پیش بود. دقیقا اون ویدیویی که گذاشتم 1 ماه قبلش گرفته بودیم، پس یعنی 2 ماه ویدیو نذاشتم واسه داستان نمیدونم. آره بچه اومدیم با هیچ چیزی یعنی بازی جدید فورتنایت، بازی که جدید فورتنایت ریلود، خیلی بازیش خفنه. حالا میریم بهتون نشون میدم، خیلی چیز جالب داره. اسمش میگم بچه قراره من یه سورپرایزش قراره وارد بگم. به من قراره بدی بچه ما روز قراره 1 ساعت ویدیو بگیریم و همه مپای معتبر فورتنایت رو ببینیم. اصلا الان بدون میگم هیچ چیش نمارده من نگفته و میدونم پیچی به تو یعنی چی داشت. الان نگاه کن، تو برو اون پایین رو نگاه کنی، همین هر چقدر دلت بخواد میتونی بریم پایین. من چیزی بخوام همه اینا رو ببینیم تو 1 ساعت؟ نه بابا، همه مپایی که مثلا خیلی ویدیو، مثلا اینا 1 ساعت ویدیو. آره 1 ساعت ویدیو بریم مپا رو چه کنیم، هر مپی دلمون خواست. حالا خوبه، همینجور یه مپی که دیدیم خوبه همینجور میریم توش بازی. آره ها منم هستم، فقط به اول ویدیو کامل این ویدیو برای ریلود نگران نباشید. خب برای اینترو این ویدیو آره هست، این ویدیو آره هست، این هم ویدیو برای همه نیست، من منتظر شدم عمرن بعد این ویدیو. حالا داشتم گفتم بریم برای اینترو. داداش من اگه بخوام 1 ساعت ویدیو رو بگیریم، بازی آلمان دانمارک شروع شده. همون دیگه دارم بهت میگم. خب میفهمی داری چی میگی؟ دیگه آلمان دارم که معلومه. خب حالا بریم دوباره ویدیو. خب بچه‌ها ردی کارتی بریم. آلمان دانمارک هم معلومه. وای معلومه جرمنی بره. آلمان never back down never what. نه کپی میخوره کپی رایت چقدر به این سبزه میاد این کارو کنه. داداش خب WWE برامون کپی رایت میزنه. دیره کپی رایت خوردیم. وی ها اینو دیگه خدای چی الان میاد کپی رایت بزنه برای اسکوتر. آره کسی که اسکوتر رو ساخته مارکشو نگاه کنه. ما شانس اومده ولی خب بچه اومدیم ما ریلود بزن تخت من برای توضیح بدم برای چی ریلود اسمشه. من صورت هم تو ویدیو هست آجی؟ نه نیست ثبت شدم هم نیست نخوندیم الان هست. خب بچه من یکی از ویدیوام تو تیک تاک 2000 تا ویو خورده. اصلا ویدیو تو تیک تاک شورت حساب میشه و شورت همینجوری یارو میچرخ میره و فکر نکنی الان من خیلی ویدیوام کم ویو میخوره یعنی من بد. من چرا تو یوتیوب ویدیوهام 40 خب آقا به خاطر اینکه اینا شورت دارم بهت میگم. منم ممکنه این ویدیو کسی ببینم که اصلا یارو نمیشه. شورت میذارم تو یوتیوب. منم شورت. من بچه یه چیزی بهتون بگم از همین الان اون ویدیو من گذاشتم تو این چنل که در مورد اینه که بچه‌های فامیل اصلا این چیزی نه، فقط برای خنده است. دارم بهتون بگم آره اصلا رفتی نره، یعنی اصلا رفت نره. خودش هم داره میگه اینا. من الان خودم حساب میشم برای یکی از فامیلام، خود منم حساب میشم بچه فام. این از طرف من نبودم، من حساب نمیشم. نه آرتین دوست داشت دم گرمه. نه آرتین که حساب نمیشم، برادرم ما که فامیل. من گم شانس مگه چیه؟ بچه ها داشتم میگفتم ریلود بازیه که اگه 1 نفر عکس بازی کنه، یعنی اگه تیمی این بیشتر باید تیمی بازی کنه. 1 نفر تیمیت بمیره، اگر تو ما نمیری تا 30 ثانیه‌ای که اون مرده. مپ اوجیه. آره میدونم مپ اوجی. اصلا شما که اصلا ویدیو گرفتم فکر نکنم ویدیو اوجی داشته باشیم، ولی به هر حال من نخون اینجوریه که بچه‌ها اگر بچه‌ها یه چیزی می‌رسی، اگه یه کمی ساب می‌کردی بچه‌ها ما چپتر 12 برمیگشتیم. آره به خدا
یعنی واقعا انقدر یعنی ببین فکر کنم انقدر کارتی نمیاد ویدیو بذاره. خب من نمیدونم خودت بگی. شین دارم ببین بعد چیزی فکر کنم رکورد گینس به اون یوتیوبرایی که انقدر نبودن گینس بدن. آره صدا مال تو یا جلو منه؟ چه میدونم صدا من برای تو که نمیاد اسکول کنه فورتنایت رو. شده میاد نمیدونم اصلا من یه چه دیگه هم تو یه چه دیگه. آره میدونم ولی گفتم شاید صدای مال تو من برام میاد. چجوری؟ من چه میدونم از فورتنایت بپرس. آخه دارم گم میزنم تو خودم از صدا کنم. من نمیخوام اینجا دقیقه همونجایی که من دفعه قبلی پرنگ شد. دفعه قبل گند زدم تو خودم یاد نیست؟ من خودم ویدیو شده داشتم تو چنل این مد یه اسلاشی هم میزنیم دایی به عنوانه خوب الان باید یادت نباشه من خودم ماه پیش ویدیو رو برات ساختم. من بودم تو هم آخه ترسناک. آرتین کشی آره نه کرینجه. بچه ری داشتم اصلا نتونستم بگم. بچه این ریلوده با اگر یکی از بازیکن شما بمیره 30 ثانیه اگه یکی دیگه از تیم میتتون بمونه نمیره چی میشه آقا؟ 30 ثانیه که بمونه نه کنی الان برای آرتین خدا 6 ثانیه الان شده. ها بخواهی نمیدونم چرا ولی آره بخاطر اولی بازی. آره اول بازی الان همینجوری 30 ثانیه دیگه ترمش نیست ولی برخوابیش یعنی یه به 60 ثانیه احتمال داره به یه دقیقه احتمال داره برسه. الان خدا یه لحظه نمیر تو. ببین احتمال داره به 2 دقیقه برسه. یه نمیر بچه ببین مپ همون مپ اوجی اولا کرموک من آمیدم. البته بیشتر بچه که دارن این ویدیو رو میدن فورتنایت بازی کنن 100%. من فکر کنم نزدیک نصفشون این کارش. دقیقا من خواستم نمیدونم وقتی یه عالمه آدم کشتم باور میشه. بابا چند نفر آدم اینم از بعدش داداش نگه تو رو که پیشتر نخور. اوکی چند نفر 3 نفر آدم رو کشتم باور میشه. یه شاتگان هم بده من داداش نامزه همه چی خورد. همه جور لم شاتگان خوردم. چی بس خوردی؟ یه چیز خوردی بعد نشابه بده بالا. واسه اینجا آدم من امروز آورسی که بهت گفتم بخور با غذا. ها از اون لحاظ در رو ببند دادا خدا حافظ. من چه اونو میگم پاپکورن اورو بابا پاپکورن اورو یعنی نمیدونم اگر جیم تو سرش بودم چیزی ساخته ولی خب برای خوشمزه است مهم اگه شیرین دوست داشته باشه صدا کنم بابا برو. آره شیری اگه شیرین دوست داشته باشه خیلی خوشمزه است. من شیری خیلی دوست دارم خیلی خوشمزه است. بچه اسکرین جدیدم خوشم میاد. بچه من یادتونه که ما توی وقتی که اسلیم شیدی رو فکر کنم توی ویدیو گرفتیم قول دادم که اینکه تا آخر فورتنایت اینو من داشتم ربوی حالا فرقی نداره تو اسلیم شیدی بدی. آره من تا آخر فورتنایت داشته باشم و تا هر ویدیویی که خفنی که قرار بود بذارم اونو بپوشم و بعدش فورتنایت یک کار خیلی بد کرد پرانک اون قشنگ کرد که پاک کرد قشنگ برای یه روز کامل پاکش کرد و من و آرتین قشنگ من اولش هیچی نبود بهش یادم افتاد که این قول دادن ناراحت شدم قشنگ من یادش انداختم چون من داشتم حس میخونم اونم خیلی داشت ریلکس بود. من میخواستم اونم میگم من بفهم میدونی میخواست کرم بریزنه رو بگم بعدش بیشتر من ارس خورد چقدر ناراحت بودم واقعا ولی الان خدا شکری برگشته و من نمیدونم چرا نپوشیدم. اگه میدونی که اگه اسکین اسلیم شیدی من میرفت من زنگ میزدم اپیک گیمز میگفتم 10 تا اسکین فری دیگه. آره اسکین نیمار رو بهم بده داداش. اسکین نیمار چون اسکین اسلیم شیدی رو من تو بیشتر ویدیوها اونو دارم میدونین. بچه یکی رو با زد کله بی کلش اون یکی رو اومدم بزن تو کله بی کلش ولی نشد. بزنش میتونیم بزنش. هی برم
بچه دیدین 8 ثانیه شدن 4 ثانیه یعنی 8 ثانیه شد بعد آخر بازی یا مثلا شبتون به 2 دقیقه برسه ولی ویکتوری رو هم میتونیم بگیریم ها بیلاخ نمیگن قدرت رو برم من او شیت خدا یا حسین علیزاده حسین علیزاده هم میاد به اون کپی رایت میزنه بله فویمون هالو مای فرند کمان اوشی به اول 10 ثانیه باشه بچه دیدی اول 6 ثانیه بود الان 10 ثانیه است همینجور هر چقدر بازی میره اون ورتر این هم میره این ورتر نه یعنی هر چقدر بیشتر میگذره بازی ضرر برسونیم به بازی هر چقدر دارتین چرت و پرت بیشتر بگی نه تایمر بیشتر میشه الان آرا بریش آراد کشته نشد منطقه که آراد کشته نشد وای خدا آدم منو داره میزنه سریع گام برمیگردی پیش آرتین میگی سلام علیکم بیا جو داشتی نه خب درستش بود من اینو خراب کنم از اول درستش دارم میکشمش عشق تو دروب بود دیگه نه دیگه من کجاست من ندیدمش من خودم ندیدمش شانسی تیر دادم عشق تو دروب بود دیگه نه دیگه نه من نه تو دیگه حالا عشق تو فراموش کنم زهرش من دارم اینجا برای خودم میگم عشق تو دروب بود نه دیگه نه من نه تو دیگه حالا عشق تو فراموش کنم فرار کن اونجاست از تو در نمیتونم 10 ثانیه آره 10 ثانیه 10 ثانیه نمیر چرا هرچی 3 ثانیه نمیر تو 2 ثانیه تو نمیر یارو اینجاست یارو بالا سرت این تو آدمه میدونستی اینو میدونستی که هر لایک این که ویدیو بگیرم من بیشتر ویدیو میزنم بچه اگه میخواین دیلی بذارم 10 تا لایک باید بگیر برای من مهم نیست نه اگه بچه میخواین دیلی بذاریم باید آرتین بزنیم باید 2 تا کامنت بگیریم 2 تا کامنت حتی نمیدونم فکر نکنم هنوزم باشه بتونم کامنت بذارم اوکی بچه باید 2 تا بوست بذاریم به 10 تا لایک برسونیم و اگه دوست داریم واسه اینجا کمپر سگ بود بگیم من اومدم اینجا دیلی ویدیو بذاریم توی عشق تو دروب بود دیگه نه دیگه نه من نه تو دیگه باید لایک ها رو به 12 تا برسونیم خیلی عدد رندومی بود همینجوری 12 چی 12 توش کلا ویدیو منه 12 نفر نمیدونم چه برسه بخواد 12 تا لایک بخورو خب بذار شیر کنیم ویدیو رو به دوستاتون نشون بده ویدیو ما رو آره دقیقا من توی چنلم میذارم البته چنل معلومه دیگه آراتین اینم آراتین اونم من تو همه شروع دیدیو هم و فکر کنم تمام ویدیوی جدید همه دارم تبلیغ آرتین رو کامل آرتین نه آخه این درست خدا وکیلی آرتین اومد اینجا یه بوست داد رفت من اینم یه رسم خواستم ریلود کنم خودم ریلود دیدی یارو داشت شیک میزد رو هوا کرونشو بده من کرون خوره ازم آرتین اینو بده جونو بده من جونو بده من داداش آخه خدای خنگیم با کرون میاین تو این بازی خنگه نه صورت من زمین آرات چیو؟ بنداز زمین من نمیخوام برشتم بنداز زمین کل دنیا میریزم سره بنداز زمین بنداز اینجا بنداز این بالا نه اینجا بیشتر معلوم میشه تله میذارم آرتین تله نظر چه تله بذاریم اینجا تله رو میندازیم دیره نه خوسته خنگه خود باش اونجا همه میان که یا خدا یارو از اونجا بخواد برای کرون منو بکشه آخه ناموس این درست خدا وکیلی کرون تو همون چیزی پشته کری برگشتم داره دوست شد همونه که 10 بار منو کشت چقدر اکسپی گرفتم خوبه فایت لایت امو کمپلیت این دیلی کوست بچه با 4 راستی دیگه بازی میکنیم بعد میگیم برای اون ویدیوی که من بهتون گفتم
4 دسته دقیقا من میشورم 4 دست 4 دست گوشی من خیلی اتفاق رندوم کجاست؟ واقعا خیلی اتفاق رندوم میفته. من وا کردم صفحه تبلتم 50% شارژ داشت. چی رندومه؟ دقیقا چیش رندومه؟ خیلی رندومه که یه عدد خیلی رندوم میفته به همون عددی بیفته که گفتی لایک بخوره. فکر کن من دقیقا آخه تبلتم دقیقا همون موقع چیز کردم. شارژ مال من چند؟ چجوری از شارژ این نامسته یادم نیست. قبلا میشد شارژ چرا ساب نمی کنیم؟ من 7 تا ساب دارم. من این همه دارم زیبیز شو بخواد آرتی مال من 11. چی؟ شارژ گوشیم. ای وای یه درصد بیشتری بود. یه پیام اومد. پیام چی بود؟ نیست نخوندم. من یه ویدیو گذاشتم ترکونه چند روز پیش گذاشتم 8 میخوره. ترکونه خوبه چون هر از من ویدیو رو بچه از نکنید. یه چیز فهم دیلی خیلی سخته. فکر کنم بر من خیلی سخت میشه دیلی چون من ویدیو رو میخوام دیدیت کنم. ببین بچه شما درسته بگید ما بگید مدرسه یا بریم پلیسانت پارک. نه اینجا خیلی گاده. نه آقا اینجا خیلی آدمه. خب بفهم ببین بچه ما اگه شما در نظر یعنی ما بخوایم دیلی قول نمیدیم بخوایم دیلی بذاریم بعد دیلی بذاریم. اگر شد یه هفته رو به حال میذاریم ولی خب سخته. آره ولی مثلا آرتین 2 تا گل به ایتالیا زده بود. بازم بگو خیلی معلومه. اگر نمیدونی قضیه چیه ما زنگ زدم با آرتین بیاد ویدیو بزنیم گفت داشت دارم بازی سوئیس چیز رو میدونم باش که من گفتم این که معلومه کی میبره باشه الان فکر کنم حالا گفتش ایتالیا 100% میبره 100%. من ولی گفتم که آرادم داره تو بازی تو ویدیو آرپیجی بگیره. آرپیجی بچه وعیزی بهتون میگم همونجا آرتین کم کن منم اومدم. 2 تاییمون جا نمیشیم. اشکال نداره من میرم توش. برو دادا رو هوا زدیگو بزنن رو هوا. ای بیشور که میخواست تو رو بزنه کوش. آره ببین داشتم چی گفتم. ببینین داشتم گفته عشق تو دیلی بذاریم در نظر بگیریم که ما مدرسه میریم بعد مدرسه با فوتبال بازی میکنیم بعد نهار بخوریم بعد یه چیزیه باش شیک دیلی بذاریم. آره بعد هی ببین جمعه که نمیشیم چون آرام سری کار داره. جیمی نه بایدی خاک دوستر ما بجیمت رو با در نظر میگیره که من باید تامنه حساب بزنم. آرادم باید ادیت کنه. من اگه تایمر میتونم اگه من تایمر رو قبل درست کنم 100% در هفته میتونستم 2-3 تا ویدیو دیلی. حتی میتونیم یه کاری کنیم بگیم در هفته چند تا ویدیو میذاریم و دیلی رو برای وقتی بذاریم که ذره بهترش مثلا تو تابستون. آره خوش به حالش بچه‌هایی که دارن این ویدیو رو میبینن تابستون برای شما اشغال مایه. اگه شد من قرار ویدیو ولاگ چیز بذارم ولاگ یه جایی که قرار برم تو تابستون و شاید خوشگل بود شما هم دیدین عشق کردین. من یه قرار برم ایران. خوبی داداش برو همه بچه ها رو بس یا هیچی نمیشه میدونم دقیقا من چرا اینجا خنده میزنم زیر گریه. یارو همینجاست و نهیدم بره. آه آرپیجی بزنش. یس آرتی اونجا بابا خب اونجا معلوم نیست کجاست. اونجاست بچه باید مخواستم بگم بچه خیلی من میتونم من یه کاری کنیم. ببین من هر روز من فرستادی؟ من فرستادم توی باسا. خب چه ویدیو تمام شد لایک و سابسکرایب کنید زنگولم بزنید و تا ویدیو دیگر
peace out.